پدیابست اشتهاآور چیه؟ سلام، من دکتر زد هستم و امروز میخوام در مورد یه مکمل تغذیه‌ای که بیشتر برای کودکان استفاده میشه براتون توضیح بدم. در واقع اگر کم اشتهایی داره کودک شما یا وزنگیری مناسبی نداره یا به هر دلیلی اشتهاشون کم شده یا در دوران رشد نیاز به دریافت ریزمغذی‌های بیشتر داره، این محصول معمولاً حاوی مجموعی از ویتامین‌ها، مواد معدنی و عصاره‌های گیاهیه که همگی در کنار هم باعث بهتر شدن اشتها و بالا رفتن انرژیشون میشه. ترکیبات اصلی پدیابست اشتهاآور در واقع همونطوری که روی توضیحات این شربت به انگلیسی و به فارسی نوشته شده، حاوی ویتامین های مختلف از قبیل ویتامین B6, B1, B2 و B12 که همه اینها باعث افزایش متابولیسم، بهبود اشتها و تامین انرژی و کمک به رشد عصبی سیستم کودک شما میکنه. همینطور به خاطر داشتن روی یا همون به اصطلاح زینک، اونم با دوز 10 میلی گرم کمک میکنه به تنظیم اشتها و رشد قدی و وزنی و تقویت سیستم ایمنی کودک شما. اسیدهای آمینه مختلفی که توی این شربت به کار رفته باعث ساخت پروتئین در بدن، افزایش حجم عضلات و رشد کودک شما میشه. همینطور یه سری عصاره‌های گیاهی اشتهاآور هم داخل این ترکیب هست که کمک میکنه به افزایش اشتها و تنظیم ترشح آنزیم‌های گوارشی کودک. نحوه مصرف شربت پدیابست اشتهاآور، نکته مهمش اینه که توی دوزهای مختلف و سنین متفاوت با همدیگه فرق میکنه که این دستور رو به صورت تخصصی بر اساس وزن و تاریخ تولد کودک شما پزشک یا داروساز تعیین میکنه و به صورت رندوم میتونیم بگیم که کودکان 2 تا 6 سال معمولا 2.5 تا 5 میلی لیتر یعنی 2 بار در روز، کودکان 6 تا 12 سال معمولا 5 میلی لیتر 2 تا 3 بار در روز و 12 سال و بزرگسالان حدود 10 میلی لیتر 2 بار در روز میتونن از این شربت استفاده کنن. این شربت هم میتونین قبل از غذا و هم میتونین بعد از عصا ازش استفاده کنید. معمولاً بعد از 2 تا 3 هفته تغییرات اشتهای کاملا محسوسی در کودک شما دیده میشه. روند افزایش وزن هم کمی زمان برتره و شاید چند هفته زمان نیاز داشته باشه. نکته مهم دیگه اینه که اگر کودک شما به داروی خاصی حساسیت داره حتما چک کنید و اگر مشکل گوارشی داره بهتره که با پزشکش مشورت بشه. در صورت دیابت بهتره که این شربت مصرف نشه چون حاوی قنده و راستی طعمش هم با طعم سیب ترشه. یکی از طعماییه که به نسبت خیلی از طعمای موجود در بازار هم خیلی پرطرفداره، هم کودکان کمی هستن که این طعم رو دوست نداشته باشن. اگر در مورد این شربت سوالی دارید حتما برام کامنت کنید. لطفاً در صورتی که برای شما این پست مفید بود و دوست داشتید که پست‌های مشابهش رو ببینید، پیج من رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم فشار بدید.